بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله الطیبین الطاهرین وعلى اصحابه الغر الميامين وعلى من اهتدى بهداهم واقتفى من اثرهم باحسان الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك یا ارحم الراحمین. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی نور، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به برنامه خودتون تفسیر نور خوش آمدید. درس 49 از سلسله درس های تفسیر نور را با همدیگه پی میگیریم. این درس به حول قوه الهی موضوعمون آیات 93 تا 96 سوره مبارکه البقره است. ابتدا تلاوت زیبایی از این آیات را با همدیگه بشنویم و سپس به شرح و تفسیر آیات اون بپردازیم. به حول قوه الهی. بفرمایید. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. عزیزان، همینطور که مستحضر هستید، محور درس‌های ما در درس تفسیر ابتدا با گذرا و سریع از معانی کلمات دشوار، ترجمه آیه و مفاهیم لغوی که دلالت‌های زیبای لغت و ترکیبات اون در آیات هست، لابلای آیات، و همچنین شرح و بسط آیه در حد امکان، و در نهایت درس و عبرت‌هایی که ما باید از آیه بیاموزیم و یاد بگیریم. به هر حال آیات قرآن آیات زندگی است، آیین زندگی است، باید از اون آموخت، ولو اینکه قصه باشه. قصه های قرآن قصه های واقعی است. امت هایی که قبل از اسلام گذشتند سر حوادثی داشتن، رویدادهایی داشتن، برخوردها و رفتارهایی داشتن با پیامبرانشون، باید از این وقایع و احداث به نوع خوبی استفاده کرد، چون همین ها دوباره تکرار میشه در زندگی روزمره انسان ها و باید دانست چگونه با وحی منزل و حاملان این وحی که همون انبیا باشن و بعد از اونها دعوتگران و مصلحان چگونه باید برخورد کرد و عموما با دین چه برخوردی باید انجام داد. آیه 92 سوره بقره را در درس قبل و هفته گذشته مورد بررسی قرار دادیم و اون آیه این بود که ولقد جاءکم موسی بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. دانستیم که این آیه مبارکه ترجمه روانش این شد که به تحقیق موسی آن همه آیات و دلایل روشن و آشکار را برای شما بنی اسرائیل آورد، ولی شما بعد از او، یعنی بعد از اینکه موسی از میان شما غایب شد، گوساله را برگزیدید، یعنی گوساله پرستی رو انتخاب کردید و با این کار بر خود ستم کردید و ظلم کردید. معانی کلمات
این آیه مبارکه را هم با هم در درس قبل مرور کردیم که بینات یعنی دلایل و براهین معجزات روشن، دلایل و براهین روشن که همون معجزات باشه. اتخذتم یعنی اتخاذ کردن و منظور از اتخاذ یعنی انتخاب و اختیار با قصد و تعمد و آگاهانه. عجل یعنی گوساله. اشربوا فی قلوبهم یعنی در دلهایشان کاشته شد یا آبیاری شد یا قرار داده شد. الان آیه 93 را مورد بررسی قرار می‌کردیم. در درس گذشته هم یک کمی بهش اشاره کردیم ولی وقت نشد که به تمامی ابعاد اون بپردازیم. در این آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی بعد از اینکه بنی اسرائیل توبه کردند و نمایندگان خودشون را، نخبگان قبایلشون و افراد نمایندگان خودشون و افراد برانگیختهشون رو فرستادن با موسی برای توبه کردن به کوه تور. 10 روز تمام در اونجا اعتکاف کردن با موسی، همونطور که در سوره اعراف داریم و اذ وعدنا موسی 30 لیلة فاتممناها ب10 فتم میقات ربه 40 لیله. اونجا 30 روز اول موسی خودش تنها بود، 1 ماه. وقتی برگشت دید که در زمان غیبت ایشون با اینکه هارون جایگزین کرده و بهش گفته که مواظب باش چون قومش را میشناخت، ولی هارون هیچ کاری نتونست انجام بده در مقابل انحراف اونها و لجاجت اونها. از این فرصت غیبت موسی استفاده کرده بودند. دیدن که قوم گوساله پرستی کرده، گوسالهشون را به آتش کشید و دودمان شرک و خرافات را از بین برد و مردم را مورد توبیخ قرار داد. حتی هارون علیه السلام را توبیخ کرد و با نکوهش بهش برخورد کرد که هارون معذرت خواست، گفت که برادر به من اینطور برخورد نکن، دشمن را مرا در مقابل چشم دشمن خوار نکن و دشمن را با این برخوردت شاد نگردان، به خاطر اینکه من اون چی میتونستم انجام دادم. به هر حال موسی علیه السلام با 10 نفر با عده‌ای از نخبگان به یهودیان و بنی اسرائیل دوباره برگشت برای توبه و توبه دادن به اونها و بازگشتشون از اون شرکی که مرتکب شده بودن و فرمود که فرموده بودن که ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، بارالله ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، به اون عملکردهای نادانان و ابلهان ما را مؤاخذه نکن و ما را مگیر. به هر حال بعد از این 10 روز عهد و میثاق الهی قوی‌تر از گذشته نازل شد، حتی کوه تور بالای سرشون قرار داده شد و بهشون دستور داده شد که خذوا ما آتیناکم بقوه، اون چیزی که بهتون میدیم از وحی منزلی که بر موسی علیه السلام نازل شده که همون تورات بود را به قوت بگیرید، با جدیت برخورد کنید، شوخی بردار نیست کلام الهی. و اسمعوا و بشنوید. شنوایی در اینجا نه تنها شنیدن بلکه یعنی که مطیع و فرمانبردار باشید. قالوا سمعنا و عصینا، وقتی برگشتند و یه مدتی گذشت گفتن خب ما شنیدیم ولی ما اونطور که میخواد هم نیستیم. راه عصیان یعنی نافرمانی و کفر و لجاجت خودشون در پیش گرفتن. و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم، و در دلهایشان فی قلوبهم حب و مهر گوساله پرستی آبیاری شد یا کاشته شد یا قرار داده شد به سبب کفرشان. با در اینجا بای سببیه هست، یعنی به علت کفری که در قلبشان بود، صادقانه نبود دیگه ایمانشون، اینها خداوند عزوجل کفر را براشون زینت داد. والیاذ بالله اگر یه وقت میبینیم که انسانی بر بدعتش خیلی خرسنده، خیلی هم با حماسه و ازش دفاع میکنه، این معلوم میشه که خداوند اونو در فتنه انداخته.
اگر کسی خدای نکرده به زشتی ها به بدی ها خو گرفت، خداوند در اون را براش باز میکنه تا اینکه در فتنه بیفتد و عذابش چند برابر بشه. این استدراج بهش میگن. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. قرآن میفرماید وقتی کسی راه عناد در پیش گرفت، نیومد تسلیم امر الهی باشد، نیومد محبت را، خوبی را، احسان را در دین به دست بیاره، میره به انحرافات و کجروی ها، خداوند در اون فتنه را واسش باز میکنه تا اینکه در اون فتنه بسوزد و از اون دفاع بکنه. قرآن بهشون خطاب میکنه، توبیخ هست در واقع. قل بئس ما، بگو ای محمد صلی الله علیه وسلم به این یهودیان، بئس حرف چیه؟ حرف ذم است، نکوهشه، ملامت است. این بد چیزیه. بئس ما یأمرکم به ایمانکم، این بد چیزیه که ایمانتون بهتون دستور میده. اگر شما واقعا ایمانتون بهتون دستور میده که بشنوید ولی اطاعت نکنید، بشنوید ولی راه کفر در پیش بگیرید، بشنوید ولی لجاجت بکنید، این بد ایمانیه، این ایمان نیست. ان کنتم مؤمنین. ببینید در امت اسلامی افراد زیادی وجود دارن، میدونن حقایق را، واقعا میدونن که به هر حال به غیر قبله نماز خوندن روا نیست، ولی میره کنار امامزاده میسته، ولی اون که پشتش به قبله باشه نماز میخونه. میدونه که نظر و نیاز کردن و حاجت بردن جز به درگاه خدا جایز نیست. باید بگید یا الله اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. همه این آیات میخونیم، میدونیم چی کسی که اجابت کند مضطر، یعنی کسی که در اضطرار قرار گرفته، جز الله سبحانه و تعالی. ولی میبینیم که بسیاری از امت اسلامی هستند که آگاهانه هم که شده این کار رو انجام میدن و این زشت نازیباست. این در تعارض مستقیم هست با ایمان. میدونیم که این قربانی کردن حیوان یعنی خون ریختن جزء نسک مبارکی است که قرآن میفرماید فصلی لربک وانحر، برای پروردگارت، برای خدای یکتا باید نحر بکنی، ذبح بکنی، قربانی بکنی. ولی چه بسیارند از امت اسلامی که قربانیاشون رو میبرند سر مقبره واسه فلان و علان قربانی میکنن، به نام فلان و به نام اون، به نام این نازیباست، اصلا زشته، با تعارض مستقیم قرار داره با ایمان. این بد ایمانیه. اگر واقعا ما ادعای ایمان داریم این ایمان نیست. قرآن کریم در ادامه همین آیه مبارکه در سوره بقره فرمود قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین. خب این آیه مبارکه به ما چی میگه؟ آیه 94 در واقع یک خطاب ویژه است به اونهایی که با غرور تکبر خودشون جدا از مردم حساب میکنن. بله عزیزان، این آیه یک ویژگی خاص و صفت عجیب بنی اسرائیل را بازگو میکنه و اون این که یهودیان معتقد بودند که خاصن، ویژه هستن، گروهی مخصوصی هستن، غیر از مردم باقی هستن. چطور؟ میگفتن که ما روز قیامت در دنیا خاصیم، یعنی ویژه هستیم، در آخرت هم یه حساب کتاب خاصی داریم. یعنی حتی در آخرت میگفتن ما فقط 7 روز خدا بهمون عذاب میده، عذاب معدود هست، اگر عذابم باشه واسه ما عذاب معدودیه. قرآن بهشون میگه که قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین. اگر که شما در این آیه به هر حال آیه 94 هست که اگر شد ما بقیه اون رو هم می نویسیم. اگر که شما، این آیه ارتباط خیلی قوی با هم دیگه داره، این آیه 93 و همچنین آیه 94 قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، یعنی بگو ای محمد صلی الله علیه وسلم اگر شما واقعا ادعا داری که در آخرت نزد پروردگارتون یک جهان خاصی دارید و یک حساب و امتیاز و برتری دارید نسبت به دیگران، پس اگر اینطوری زودتر
آرزوی مرگ بکنید تا بمیرید برید اون دنیای آخرت، اونجا رو ببینید اگر راست میگید. این آیه 94. در آیه بعد الله سبحانه و تعالی فرمود ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. هرگز اینها تمنای مرگ نمی کنند. یهود آنقدر ملت دنیا دوستی است و آنقدر حریص بر جمع آوری مال دنیاست که هرگز تقاضای یا تمنای مرگ نمیکنه و نشونه اینه که در اون چی که ادعا کرده دروغگوست، صادق نیست. ولی آنان به خاطر آنچه پیش از خود فرستاده اند، یعنی مرتکب شده اند، ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم، یعنی به اون چیزی که دستانشون پیش فرستاد، منظور به اون چیزهایی که انجام دادن و مرتکب شدن. یعنی چون یهود آنقدر گناهکار و روسیا بود، نمیتونست تمنا بکنه، آرزو بکنه که بره زودتر به جهان آخرت، چون چیزی نداره اونجا. و الله سبحانه و تعالی از حال ستمگران بسیار دانا و باخبره. با یک میان برنامه استراحتی کوتاهی داریم، سپس برمیگردیم به ادامه درس. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. بله عزیزان، در این آیه که آیه 94 بود و همچنین 95 الله سبحانه و تعالی داره ادعای دروغین یهود را رد میکنه و اونی که مدعی بودن که در آخرت یه امتیاز خاصی دارن و خداوند باشون یه برخورد ویژه میکنه. الله سبحانه و تعالی فرمود که بینا بگی که اگر راست میگوین تمنا و آرزوی مرگ بکنن دیگه. قل فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. در آیه ما بعدش فرمود ولن یتمنوه، ولن برای تعبید هست، برای نفی تعبید هست. اینا هرگز تمنا و آرزوی مرگ نمی کنن. ولن یتمنوه ابدا، هم لن برای تعبید هست هم ابدا، هر دو. یعنی چی؟ یعنی الله سبحانه و تعالی که صفت این قوم را میفهمد، در واقع میخواد به اینها بگی که اینها هرگز تمنای آخرت نمی کنند. اینقدر اینها به دنیا دل بستگی دارند و دل خوش کردند که فکرش هم نکن. ولن یتمنوه ابدا. و با در اینجا باز سببی است. بما قدمت ایدیهم. چرا انسان به آخرت دل نمی بندد؟ چرا از آخرت دلهوره داره؟ چرا نمیخواد بمیره؟ به خاطر چیزی نداره واسه آخرتش. وقتی انسان گناهکار است، روسیاست، دستش خالیه، مسلما نمیخواد بره. مثل مسافری میمونه که هیچی تو چنتش نیست، دستش خالی، کجا میخواد بره؟ پس بنابراین طبیعی است که یهود هم تمنای به اصطلاح مرگ نکنه. ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم. خداوند فرمود والله علیم بالظالمین. و الله سبحانه و تعالی علیم هست، بسیار آگاست. به کی؟ به ستمگران. اینها در واقع با اون ظلمی که در نفس خودشون کردن ستمگر هستند، هیچی واسه آخرتشون ندارن، دستشون خالی و تهی است. الله سبحانه و تعالی میفرماید قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه. زیانکاران واقعی کی هستند؟ اونایی هستن که روز قیامت میان دستشون تهی و خالیه، هیچی ندارن واسه گفتن. به همین خاطر قرآن فرمود فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم و اهلیهم فی جهنم. هر کی وزنش سنگین بود، با چی؟ با خوبی ها، با حسنات، با نیکی ها، اونجا اینها رستگاران واقعی هستند. اونهایی که وزنشون خالی و تهی هست و هیچ توش نیست، اینا در آخرت چی هستن؟ زیانکارن. هم خودشون را ضایع کردن، هم اونهایی که سرپرستش بودن. بنابراین ولی و سرپرست خانواده باید بسیار مواظب باشه.
در مقابل انحراف بچه‌هاش، خانواده‌اش، خیشان و اقوامش نباید سکوت بکنه. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه. یا در آیه دیگه فرمود من خفت موازینهم فاولئک الذین خسروا انفسهم و اهلیهم. هم خودشون ضایع کردن، هم اهل و خانوادهشون رو. پس بنابراین الله سبحانه و تعالی علت این که یهود تمنای مرگ نمیکنه در آیه بعدش که آیه 96 باشه چنین توضیح داد. فرمود و آنان را حریص‌ترین مردم بر زندگی دنیا خواهید یافت ولتجدنهم احرص الناس علی حیات و من الذین اشرکوا. و از میان مشرکان هم. یعنی کیا هستن اون مشرکان؟ یعنی همونطور که مشرکین دل به دنیا بستند، آخرت رو قبول ندارند، آخرت رو نمیشناسند، آخرت رو اصلا باور ندارند، یهود با اینکه اهل ایمان بود، اهل کتاب بود، موسی را میشناخت، تورات را میخوند، ولی باز هم اینقدر به دنیا حریص و دلبستگی داشتند و حرص و طمع داشتند که آخرت را فراموش کرده بودند. یعنی در واقع این سیاق قرآنی که میفرماید ولتجدنهم احرص الناس علی حیات و من الذین اشرکوا، یعنی بعضی از علما تفسیر کردن که یهود حتی طمعکاریش و حرص و آزش در مال دنیا حتی از مشرکین هم بیشتر بوده، ولیعص بالله. ولتجدنهم احرص الناس، احرص صیغه مبالغه است، اسم تفضیل هست. احرص الناس علی حیات و من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر 1000 سنه. یعنی یود یعنی دوست دارد، از ود میاد، دوست میاد یکی از اونها اینکه 1000 سال زندگی بکنه. 1000 سال واسه چی زندگی بکنه؟ اینکه در ناز نعمت‌های دنیا سپری بکنه، چون به دنیا دلبستگی داره. یود احدهم لو یعمر 1000 سنه و ما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر. قرآن میفرماید اگر 1000 سالم باقی بمونه در این دنیا، در عیش ناش دنیا زندگیش رو تلف بکنه و سپری بکنه، این رو از عذاب آخرت نجاتش نمیده. عذاب آخرت در انتظارش هست، مواظب باید باشه. و ما هو بمزحزحه. مزحزح یعنی چه؟ دور نگه دارنده. یعنی این عمر طولانی دنیا نجات دهنده از آخرت نیست. دنیا باید از بین بره، این زندگی باید فنا بشه، باید با مرگ خاتمه پیدا بکنه. و ما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر. حتی اگر عمر طولانی هم داشته باشه، یعمر یعنی طولانی زندگی کند. الله بصیر بما یعملون. و الله سبحانه و تعالی بسیار بیناست به اون چی که انجام میدن و مرتکب میشن. اینها اهدافشون میدارن زندگیشون و اون اینه که میخوان به کیف و به خواسته خودشون زندگی کنن. ایمان این گونه نیست. ایمان سرچشمه قلبی داره. ایمان یعنی تصدیق از درون. دل باید باور داشته باشه اون چیزی که به زبان می آورد و زبان باید آنچه که میگوید به عمل ترجمهش بکنه. بلا میشه ایمان منافقانه. زبان میگوید اما دست و جوارح و اندام اجرا نمیکنه. این منافقانه است. پس این سه تا باید در راستای هم قرار بگیرد: قلب، زبان و سایر اندام. قلب از درون باور میکند و تصدیق میکنه، یقین میآورد به اون چی که میفهمد. زبان اجراش میکنه، گواهی میدهد، اظهارش میکنه، اعلام میکند و دست و جوارح و اندام یا چیکار میکنه؟ به اجرا در میاره. اگر نماز هست نمازشو میخونه، اگر روزه هست روزشو میگیره، اگر زکات هست زکاتو ادا میکنه، اگر دعوت به خیر هست، امر به معروف هست، نهی از منکر هست، صله ارحام هست، عیادت هست، زیارت هست، تجارت سالم، زندگی سالم هست،
همه اینها را به جای خودش در وقت خودش انجام میده، به خاطر اینکه اون موظف در قبال این به اصطلاح عمل کردش و آنچه که میگوید و بهش ایمان داره. پس بنابراین مجموعه این آیات مبارکات از آیه 92 تا 96 در قرآن کریم، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. تا اینجا درس ما به پایان میرسه. از عبرت‌های بسیار مهمی که از این درس ها میگیریم این که انسان مؤمن و مسلمان باید به اون عهد و پیمانی که با خدای خودش بسته وفادار باشه، عهد شکنی نکند. این که انسان مؤمن به مقتضای ایمانش عمل بکنه. این که انسان مؤمن نباید مغرور باشه به اون چیزی که میدوند، ویژگی خودش را خاص بدوند، بگه من از غیر از دیگران هستم. خداوند عزوجل در قبال هیچ کس رو درواسی نداره. اگر کسی کج رفت، هر کی باشه کجه، ولو اینکه پسر پیامبرم باشد. نوح را میبینیم که فرزندش به کفر کشیده میشه ولی نمیتونه هیچ کاری واسش انجام بده. ولو اینکه پدر پیامبر باشد، ابراهیم را میبینیم که پدرش بت تراش هست ولی نمیتونه کاری واسش انجام بده. و لذا باید دقت کرد، باید به دقت در این زمینه عمل کرد که ادعای دیگران رو با ادعای دیگران عاقبت خودمون رو خراب نکنیم. باید همیشه صادقانه برخورد کرد و با آنچه که هستیم خودمون رو محک بزنیم، یعنی بدونیم که ما کی هستیم و چه کاره ایم. و همچنین نسبت به دینمون جدیت داشته باشیم و آن رو به شوخی و مسخره نگیریم. آنچه که یهود را به این خاک ذلت و خواری نشوند، شوخی و مسخره کردن با دین و آیینشون بود، به جدیت نگرفتن اوامر الهی بود. خداوند اونها را تهدید میکنه به عذابی دردناک، ذلت آور و خار کننده. چرا؟ وللکافرین عذاب مهین، به خاطر که اونها با غرورشون، با عنادشون، با تکبرشون دین را به مسخره گرفتن. خداوند عزوجل نیست آنها را به مسخره میگیرد روز قیامت و براشون آنقدر خاری و ذلت میتراشد که از کرده خودشون پشیمان باشند، ولی پشیمانی در اونجا دیگه سودی نداره. و آخر دعواتی ان الحمد لله رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. تا لقای دیگر شما را به خدای بزرگ میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.